سلام بچه‌ها، من علیرضام. به کانال من خوش اومدین. با ادامه دوره 0 تا 100 لاراول میخوایم بریم جلو. تو این قسمت میخوایم لاراول رو روش نصب لاراول رو روی سیستم عامل‌های لینوکس و مک او اس با هم دیگه داشته باشیم. توی ویدیوی بعدی نصبش رو روی ویندوز میگم. خب برای شروع کافیه بریم توی سایت laravel.com و بخش مستنداتش و وارد قسمت اینستالیشنش میشیم که همین قسمتی هست خب که خودش باز شده. ببینیم بچه ها روش های مختلفی برای نصب فریمورک لاراول وجود داره که شما میتونید ازشون استفاده کنید. یه روشی وجود داره به اسم دستی که روش دیفالت دستیه که شما باید دو تا سرویس، یکی PHP و یکی کامپوزر رو قبل از نصب لاراول نصب کنید روی سیستم عاملتون و بعد خیلی راحت میریم سراغ نصب خود لاراول. به چه شکله؟ خب مسلما میدونید دیگه فریمورک لاراول با زبان PHP نوشته شده و خب مسلما باید زبان PHP رو روی اون سیستم عامل خودمون نصب کنیم. برای نصب دستی PHP روی سیستم عامل خودتون میتونید وارد سایت php.net بشین و خیلی راحت روی گزینه دانلود کلیک کنید و آخرین ورژن PHP رو نصب کنید روی حالا ویندوزتون، لینوکستون، مک او اس یا هر چیزی که هست. خیلی راحت و ریلکس نصبش میکنید. بعد از نصب PHP باید کامپوزر رو نصب کنید. کامپوزر چیه؟ پکیج منیجر برای زبان PHP. پکیج منیجر چیه؟ پکیج منیجر چیز خاصی نیست، یه چیزیه که شما یه کتابخونه است که پکیج های مختلفی که برای زبان PHP نوشته میشن رو داخل این قرار میدن و از طریق این میتونیم اون پکیج ها رو دانلود و نصب کنیم. دیگه نیازی نیست بابت هر پکیجی سایتش رو پیدا کنیم، بریم پیدا کنیم، دانلود کنیم و نصب کنیم. از طریق این پکیج منیجر خیلی راحت اسم اون پکیج ها رو می‌نویسیم، نصب میشه داخل سیستم عامل خودمون و جایی که هستیم. و خب پکیج های بعداً که حالا جلوتر توضیح میدم روی لاراول هم میخوایم نصب کنیم، از طریق همین پکیج منیجر کامپوزر ما خیلی راحت کامندش رو میزنیم، اون دانلود میشه و روی لاراول ما نصب میشه. و خود لاراول رو هم میتونیم از طریق همین کامپوزر یا پکیج منیجر کامپوزر نصب کنیم. خب پس زمان PHP رو اگر نصب کردیم بعدش میایم کامپوزر و اینجا دانلود میکنیم. خیلی راحت و ریلکس نسبت به حالا سیستم عامل خودمون اون رو نصب میکنیم روی سیستم عامل خودمون و بعد میریم سراغ نصب لاراول. حالا روش ساده نصب لاراول PHP و کامپوزر اینه که خود لاراول اومده یک کامند برای ما گذاشته. از طریق این کامند که میزنیم داخل حالا ترمینال یا سیستم عامل خودمون میاد همزمان هم PHP هم کامپوزر همه رو نصب میکنه. هر چی دپندنسی وجود داره برای لاراول رو برای ما نصب میکنه و بعد خیلی راحت میریم لاراولمون رو نصب میکنیم. برای مک او اس این هست کامندش، برای لینوکس هم این هست. خیلی راحت اگر لینوکس هستین اینو کپی کنید، اگر هم مک او اس هستین اینو کپی کنید و بریم داخل ترمینالمون. ترمینالتون اگر لینوکس یا مک او اس هستین، ویندوز رو بچه‌ها تو ویدیوهای بعدی کامل توضیح میدم. اگر لینوکس یا مک او اس هستین خیلی راحت ترمینالتون رو باز کنید و برید داخل پوشه‌ای که می‌خواید اون لاراول خودمون رو نصب کنید. من اینجا میرم داخل پوشه دسکتاپ هم و اینجا یک پوشه میسازم به اسم یوتیوب و میرم داخل اون پوشه یوتیوب و خیلی الان داخل اون پوشه یوتیوب هم و میخوام نصب لاراول رو انجام بدم. خب این کامند رو کپی میکنیم و اینجا میذاریم و اینتر میکنیم. خیلی راحت این میاد PHP کامپوزر و هر چی دپندنسی وجود داره رو برای ما نصب میکنه. من رو این سیستمم خب چون از قبل نصب دارم اینو کنسل میکنم و خب الان مسلما میگه که شما نصب دارین، ولی شما خیلی راحت اینو که بزنید میبینید که PHP کامپوزر و هر چی دپندنسی براتون نصب میشه و خیلی راحت. ممکنه حالا یه مقدارم زمان ببره. هیچ فیلتر شکنی هم تو این لحظه‌ای که دارم ویدیو رو ضبط میکنم نیاز نداره برای نصب PHP و کامپوزر و دپندنسی های لاراول. خدا رو شکر فعلا خبری نیست از مشکلات تحریم و اینا، ولی خب اگر هر زمانی شما این ویدیو رو دیدین نمیتونین نصب کنین، مشکل اینترنت بود، خب یه پروکسی یا فیلتر شکن وصل و بعد این کامند رو بزنید تا براتون نصب بشه. خب بعد از اینکه نصبش کردیم ما میخوایم ببینیم اصلا درست نصب شد این یا نه و چک کنیم ببینیم PHP و کامپوزر روی سیستم من اینجا برای ما چجوری بفهمیم که نصب شده یا خیر. خب برای این کار خیلی راحت میزنیم php-v تا اینجا ببینیم چه ورژنی از PHP روی سیستم ما نصب هست
و اگر آخه اینو بزنید خب می‌بینید که می‌نویسه یک PHP روی سیستم شما نیست هست. اگر نباشه خب اینجا می‌نویسه هیچ ورژن PHP پیدا نکردم. برای کامپوزر هم همینجور خیلی راحت اینجا می‌نویسیم کامپوزر و اینتر می‌کنیم و به این شکل کامنت هایی که ما میتونیم توی کامپوزر بزنیم رو برای ما نمایش میده و ورژنی که حالا نصب داریم از کامپوزر. خیلی راحت اینجوری ما میفهمیم که هم کامپوزر و هم PHP روی سیستم ما نصب هست. خیلی راحت میایم سراغ قسمت بعدی و نصب خود لاراول. ببینید توی مستندات لاراول کامندی که برای نصب لاراول قرار داده اینه، ولی این میاد به صورت گلوبال لاراول رو روی سیستم عامل ما دانلود میکنه و وقتی که دانلود کرد از طریق دستور بعدی که این هست Laravel New Example App میاد از اون چیزی که دانلود کرده یک نسخه توی اون مسیری که هستیم، مثلا من اینجا مسیر یوتیوبم، توی این مسیر یه نسخه از اون لاراولی که قبلا دانلود کرده قرار میده. روش خوبیه ولی یک مشکل داره و یک بدی داره. بدیش چیه؟ اینه که تو اون لحظه‌ای که من این رو میزنم میاد آخرین ورژن اون لحظه لاراول رو دانلود میکنه و وقتی هر بار دیگه نیو اینستال میزنم و لاراول نیو اپ میزنم میاد همون ورژن رو برای من نصب میکنه. یعنی ورژن جدیدتری اگر اومده و ما خبر نداریم بعد از اینکه این کامند رو زدیم اون رو دیگه نصب نمیکنه. حالا من میخوام یه روشی بهتون بگم که دیگه نیاز نباشه شما این کار رو انجام بدید و همزمان میاد لاراول رو برای شما هم دانلود میکنه هم تو اون مسیری که هستی نصب میکنه بلافاصله و دیگه اینجوری گلوبال ازش استفاده نکنیم. وارد ترمینالمون میشیم و اینجا مینویسیم composer create project laravel و laravel. خب مقایسهش کنیم با این به صورت خب گلوبال میاد دانلود میکنه و روی سیستمتون و بعد نیاز به این دستور داره، ولی این دستوری که من اینجا نوشتم همزمان دانلود و نصب رو توی همین محل که تو اینجا پوشه یوتیوب من هست روی دسکتاپ انجام میده. من اینو اینتر میکنم و این میره الان شروع میکنه به دانلود کردن آخرین ورژن PHP که الان وجود داره که تو این لحظه 11.6.1 هست و توی همین مسیر برای من اون رو نصب میکنه و دیگه نیازی به این کامند دیگه اصلا ندارم. خب یه مقدار صبر کنیم تا این برای من نصب بشه. تا این مدت من یک توضیح بدم در مورد ورژن ها. ببینید شما الان توی این آموزش رو داریم ورژن 11 و 6 میبینید و روی این ورژن ما میریم جلو و آموزش رو جلو میبریم. ولی اگر پس فردا شما این ویدیو رو داریم میبینید و ورژن 12 13 یا هر ورژن دیگه باشه اصلا اهمیتی نداره بچه ها. ورژن های الان لاراول توی این نقطه خیلی استیبلی هست و دیگه شما ورژن های بالاتر علاوه کد و اون ساختار کد اصلا تفاوتی با ورژن مثلا 11 نداره. به فرض فردا شما ویدیو رو می‌بینید ورژن 15 16 باشه هیچ تفاوتی علاوه کدی با این ورژن نداره. چرا اینو میگم؟ چون الان ورژن 11 تفاوت خیلی زیادی با ورژن 5 نداره. 5 که چند سال پیش اومده. پس این ورژن ها چرا میرن بالا؟ بچه پکیج ها و امکانات جدیدتری به لاراول اضافه میشه با پکیج ها، ولی نمیاد ساختار و اون سیستم ها و پوشه بندی و تمام اون چیزهایی که ما بلدیم رو عوض کنه. پس شما اگه ورژن 11 رو تو این دوره دیدین یاد گرفتین میتونین باهاش تو ورژن آینده هم ازش استفاده کنید از همین دوره و همین ویدیوها. ورژن های جدید معمولا میاد اون پکیج ها و سیستم هایی رو اضافه میکنه برای کار کردن با سایت های ترد پارتی مثلا پیپل یا حالا چیزهای مختلف. معمولا یه فیچر جدید اضافه میکنه که فیچر هم معمولا توی ایران خیلی کاربرد نداره چون با یه سیستم ها و سایت هایی که تحریم هستیم و اصلا نمیتونیم ازشون استفاده کنیم، مثلا همین کشیر، مثل پیپل، مثل چیزهای مختلفی که ما متاسفانه نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. پس اون ساختار چارچوب اصلی و اون کارهایی که ما توی این آموزش یاد میگیریم و ازشون استفاده میکنیم توی حالا بک اند وبسایت هامون یا نوشتن وبسایت هامون توی ورژن مختلف خیلی اصلا تغییر زیادی نمیکنه. یعنی 99% همونه، شاید 1% یه سینتکسی چیزی عوض میشه که اونم توی مستندات همون لحظه تو اون ورژن جدید بیاد خیلی راحت متوجه میشین تغییرش چیه و یادش میگیرین. پس اصلا نگران ورژن 11.6 نباشین و شما بعداً با هر ورژنی میتونید لاراول رو
یاد بگیریم با همین آموزش و بریم جلو. خب این ممکنه یکم طولانی بشه، من ویدیو رو استاپ میکنم تا این کارش تموم بشه و ادامه ضبط رو با هم میریم. خب بچه همونطور که میبینید نصبش داره تقریبا تمام میشه. خب میبینید که چقدر پکیج های مختلفی همزمان با لاراول برای من نصب میکرده. این همون فریمورکه که بهتون گفتم مجموعه ای از پکیج های مختلفیه که ما میتونیم ازشون کنار هم قرار گرفتن و میتونیم ازشون استفاده کنیم برای اینکه حالا اپلیکیشن خودمون رو بنویسیم و بریم جلو. خب این برای شما نمیاد، میگه که یک دات گیت از قبل وجود داره توی هیستوریتون، میخوای پاکش کنی یا نه. من نو میذارم ولی برای شما نمیاد این. خب و تمام. به این شکل اگه من اینجا ls بزنم میبینیم که یک پوشه درست شده به اسم لاراول. اینجا من میرم داخلش ls میزنم و میبینیم که این فریمورک لاراول ما به راحتی نصب شده اینجا و میتونیم خیلی راحت ازش استفاده کنیم. برای اینکه تست کنیم ببینیم همه چیز اوکی یا نه، اینجا از دستور PHP Artisan Serve استفاده میکنیم تا بیاد این پروژه رو برای ما سرو کنه یا اجرا کنه از طریق PHP روی یک آدرس و یک پورتی. دستورات آرتیسان رو یک ویدیو حالا جلوتر ضبط میکنم و همه رو به صورت کامل براتون توضیح میدم، ولی فعلا توی این لول توی این مرحله فقط دستور PHP Artisan Serve رو نیاز داریم. خب میگه من پروژه رو براتون سرو کردم روی این آدرس. من این آدرس رو اگر کپی کنم بیام داخل مرورگرم بذارم اینجا اینتر کنم، میبینیم که الان اینجا پروژه لاراولی من اجرا شد و این صفحه دیفالت و هوم لاراول ماست. حالا میریم برای قسمت های بعدی که میریم داخل فریمورک و شروع میکنیم کد زدن و همش رو 0 تا 100 با هم دیگه آموزش میبینیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوها رو ببینید.